إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی دو قسم مردمایی را ذکر کرد. یکی مردمایی که مکمل تسلیم به نظام الله تبارک و تعالی بودند و یک قسم مردمی که همیشه نعوذ بالله رای منافقت را پیش گرفته بود. الله تبارک و تعالی او کسانی که زندگی خود قربان خدمت دین الله کرده، آمادگی به هجرت گرفته، بعد از او جهاد کرده در راه الله تبارک و تعالی و با انجام عبادات خوف یا ترس ازی داره که آیا الله قبول میکنه یا نمیکنه، اینطور مردمان را الله تبارک و تعالی مدحشان بیان کرد و یقینا الله مغفرت و رحمت خدا شامل حال امچو مردمان ذکر کرد. در اینجا الله تبارک و تعالی 4 سوال صحابه کرام که مسلسل صورت گرفته الله جواب میگه. یکی از موضوعات خیلی مهمی که صحابه کرام دچار از او بوده مسئله شراب بوده. در زمان جاهلیت تا زمانی که حرمت شراب نآمده بود صحابه کرام مبتلا به این گناه بودند. یک تعداد از صحابه کرام فطرتاً امیطور بودند که و نمیخواستند شراب بنوشند و یا امرای شراب سر و کاری داشته باشه. از امو خاطر معاشره را آلوده می دیدند. دی فکر بودند که یام از طریق الله تبارک و تعالی حرام شود. از او خاطر سوال کردن از پیغمبر علیه السلام و الله تبارک و تعالی آیات روان کرد. موضوع خوردنوش یا آن چیزی که انسان قطعش عادت میگیره و او یک خوی ثانی انسان میگرده، کشیدن او قسم خویی و خصلتا خیلی مشکل می باشه، دشوار می باشه. از همون خاطر دین مقدس اسلام اول آمادگی ذهن میکنه و بعد از او فرمان و حکم صادر میکنه. اینی فرق است بین سیاست اسلام و سیاست دنیای امروزی. سیاست دنیای امروزی همیشه توسط تهدیدات و جریمه ها و بندها پیش میره و نمیتونن که جلوگیری یک از جمله جنایات بکنه. اما سیاست اسلام طوری است که اول ذهن آماده میکنه، بعد از او باز حکم فرمان صادر میکنه تا که کلگی آماده باشه. وقتی تاریخ مطالعه بکنه زمانی که اسلام شراب حرام کرد در مدینه منوره اوطور حالت آمد که جویهای مدینه منوره تا چندین ماه را بوی میداد، چرا که هر صحابی از خانه خود شراب آورده بود و در جوی اعلا کرده بود. اصل منظوری بود که دیگه از این شراب استفاده نکنه، تا این اندازه که حتی ظرفایی که در او شراب جور میکردن امورم دور کرده بودن از نظر خود و تاجری که شراب وارد کرده بود و خیلی کل سرمایش در اونجا بند بوده پیش پیغمبر علیه السلام آمد، داخل مدینه نکرد بلکه دور از مدینه قافله را توقف داد و آمد خودش پیش پیغمبر علیه السلام اظهار کرد که یا رسول الله کل سرمایه ما در اینمی مورد بند است و کلش ما شراب وارد کرده، چطور میشه؟ پیغمبر علیه السلام دیگه چیز برش نمیگه، همین قدر میگه که الله حرام کرده و صحابه بودن واقعا تسلیم به حکم الله، رفتم و شراب بیرون مدینه همونجا چپا کرد و هیچ چیز هم قطع خود نآورد. مسلمان ها امروز ولی پشت طلبی نمیگشتند که علت بیان کنه، وجه بیان کنه، چرا بگوید. یکی از جمله نعوذ بالله راههای گمراه شدن انسان و یکی نعوذ بالله منافع ایمان انسان فایده برداشته نمیتونه امیسته که در احکام اسلامی کرم طلبی میکنه، علت طلبی میکنه و چرا میگه. در او زمان صحابه کرام اینطور نبودن. علی نمیگفت که کل سرمایه ما دایی بند است، من دیگر راه ندارم، علی چطور کنم؟ امروز مردم ها برای خود ادنا بانه جور میکنه، مگه این کاری حرام نکنم دیگه کار ندارم، دیگه روزگار ندارم، زندگی ما پیش نمیره. مردم گیرو میکنه به این خاطر که میگه ضرورت دارم، مردم فیلم میفروشه میگه ضرورت دارم، مردم قطع کفار کار میکنه در اون جاهایی که سبب ضرر مسلمان است و سبب اهانت دین است، بازم تعلل میکنن که ما
ضرورت داریم. این گپا یقینا در دین گنجانیده نشده و قابل قبول نیست. در اون زمان صحابه نمیگفتن که سرمایه ما کامل در شراب بند است و ما غریب و فقیر میشیم. بس پیغمبر علیه السلام فقط همین قدر گفت که فرمان الله آمده که حرام است، بس دیگه کل چیزا همونطور ریختانده شد. حالی یقین داشت به خاطر رضای الله من اینمی شراب خود از بین میبرم، الله عوض یزیر بر ما میده. الله تبارک و تعالی رای حلال برام پیدا میکنه. اگر امروز مسلمانان عقیده قوی و ایمان مستحکم داشته باشه و در اموری که در کسبهایی که حرام است از این صرف نظر بکنه، ما یقین داریم که تو سر دین الله غیرت بکنی، الله سر خیلی زیاد غیرتی ذات است. هیچ وقت انسان حقیر و ذلیل نمیسازه. مشکل اینجاست که ما عقیده ضعیف داریم، تا آلی را اما عقیده ما در قلب ما مستحکم نشد بالای الله تبارک و تعالی. از امو خاطر حراس داریم که اگر همی کار ایلا بکنیم ما دیگه نعوذ بالله پای دراز بکنیم از گرسنگی و گشنگی، شاید که بموریم. اینی مشکل است. اما اونجا صحابه جور بدن. یک موضوع خویی شد که صحابه چقدر فرمان بردار و مطیع بودن، به مجرد شنیدن شراب حرام شدنش همه شرابا را از بین بردن، حتی ظرفایش هم از نظر خود دور کردن. یک موضوع ای بر ما شد که کمال اطاعت صحابه کرام به فرمان الله تبارک و تعالی. چرا نگفتن؟ یکیشان پیش پیغمبر نامد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم من اینطور مشکل دارم یا اینطور است. نه، فرمان الله رسیده. دوم، سیاست شریعت اسلامی و سیاست دنیای دیگه فرق داره. سیاست شریعت اسلامی است که اول ذهن آماده می سازه. حالی اینجا اولین مرحله آیتی که روان شده به این خاطر که در ذهنیت مردم بدی شراب جاگزین شوه و کم کم قطع شراب نفرت پیدا شوه. الله تبارک و تعالی به تدریج ای را حرام کرده، یعنی شراب حرمتش به تدریج آمده. علتش است که چیز خوردنی و نوشیدنی طبیعت ثانی آدم میگرده. اگر یک مرتبه حکم شود که نمی ممنوع، سری مردم بسیار مشکل تمام میشه، دشوار تمام میشه. از همین خاطر است که الله تبارک و تعالی حرمت یزیر به تدریج کرده. در سوره بقره فقط همین قدر بیان شد. اصلا در سوره نحل یک کمی اشاره برش شده بود که چیزی خیلی خوب است الله پیدا کرده انگوره، لیکن بعضی مردم از او چیزی خوب جور میکنه و بعضی چیزی خراب، یعنی از پیش شراب جور میکنه. او یک نوع اشاره برای بدی نمی عمل بود که چطور یک میوه خیلی لذیذ و پاک ای را بگیری نعوذ بالله چیزی گنده و خبیث جور بکنی که سبب از بین بردن عقل انسان شود. یک تعداد صحابه کرام با مجرد شنیدن آیات های سوره نحل بالکل دیگه از شراب، از فروختن و از همه گپایش منع شدن. گفتن عجیب است، راست میگه، چطور ما میوه خوب بگیریم چیزی گنده و خبیث جور بکنیم. بعد از این دوم مرحله که در سوره بقره اینی سوال است، الله تبارک و تعالی به طریق مشوره به این که در ذهن صحابه کرام گناه ها و اضرار شراب جاگزین شود، این آیات را روان کرد. بعد از او در سوره نساء الله تبارک و تعالی تنها شراب در وقت نماز منع کرد، به خاطر که در میمانی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وقت شراب مانده شده بود، پس در نماز خیستن. در نماز قرائت قل یا ایها الکافرون لا اعبدو بود، در جای لا اعبدو اعبدو ما تعبدون آمد، یعنی تغییر معنا کرد. اونجا است که ما عبادت نمیکنیم اون معبودایی را که شما عبادت میکنه، در این معنا آمد که ما عبادت میکنیم نعوذ بالله، بس تنها در نماز حرام بود. پس از او در سوره مائده به طریق قطعی حرمت شراب آمد و الله تبارک و تعالی شراب حرام قرار داد. 4 مرحله تدریجی برای حرمت شراب بیان شده. این بسیار مهم موضوع است. چرا؟ زمان حرمت شراب میه که در ذهن صحابه نفرت شراب بالکل پیدا شده. یک تعداد خو بالکل از وقت پیش از حرمت جلوگیری کرده، اجتناب کرده، خو یک تعداد که آغشته است لیکن بازم نفرت شراب در قلبشان است، اضرار شراب در ذهنشان نشسته. تا او وقت هم الله حرام نکرده. زمانی که اذهان آماده شد الله حکم حرمت روان کرد و اونموی انقلاب عظیم دمی معاشره مسلمان ها پیدا شد که دیگه یک نفر نبود که حتی با گیلاس شراب که دو شراب جور میشد دو آب بخوره، شراب خو بگذار. تا این اندازه را پابندی و اطاعت شد. امریکا بعد از که دید اضرار شراب خیلی زیاد است حرمت شراب اعلان کرد. در این مورد خیلی تبلیغات هم کرد، اوراق هم چاپ کرد، نصایح و سخنای دکترای ورزیده و دانشمندم دمی ورقا چاپ کرد، تلویزیونا اعلان کرد. بعد از او جریمه مالی و جریمه زندانی را هم اعلان کرد، پلیس هم مقرر کرد، کمره های کنترلی را هم در بندرها هم مکمل در مورد منع شراب کل تدابیر را گرفت.
اما وقتی 1 سال تیر شد در اون صورتی که قانون امریکا تقاضا کرده بود که شراب حرام باشه، وقتی آمارگیری کردن از سالهای گذشته که 10 برابر شراب زیاد نوشیده شده بود. چطور است؟ فرق بین نظام اسلام یا نظامی که الله تبارک و تعالی روان میکنه و یک نظامی که ساخته بشر است چقدر تفاوت وجود داره. در اون زمان نه پلیس بود، نه کسی کامرا را در اونجا مقرر کرده بود، نه جریمه بود، تنها شراب حرام اعلان شد، حرام است. ما و شما دیدیم که دیگه هیچ نوع شراب دیده نشد، کسی نمی‌نوشید، در حالی که اون مردم عادی بودن، از سالا بینمی اعتیاد کرده بودن، امی شراب خورده بودن. اما نظام اسلام اول زمینه سازی کرد، بعد از حرمت شراب اعلان کرد، برخلاف سیاست های امروزی جهان که یک مرتبه ضرر یک چیز درک میکنه و یک دم اعلان میکنه. مردم به این آماده نیست. از همون خاطر است که دین مقدس اسلام یقینا دینی است که در سر اذهان مردم، عقیده مردم حکومت میکنه، هیچ کس نیست ولی کس شراب نوشیدن نمیتونه. اینی فرق است. ما که امروز دعوا داریم که امن در دنیا توسط عقیده میه، توسط نیروها و توسط کمیسیونها و کمیته ها و توسط قوانین وضعی خود که جور میکنیم، قطعا امن آمده نمیتونه. چرا؟ قانون دست ساخته خودت است و خودت اجرا میکنی. قانون کدام زور و حکومتی نداره سری تو. از همون خاطر است قانون اساسی افغانستان بسیار مواد گنجانیده، اما کدام مواد کسی عملی کرده؟ سردمدارا و کلانا اولین متخلف قانون، حتی قانون ترافیکی را اول موتر اردوی ملی و پلیس ملی چی میکنه؟ از بین میبره، قطع میکنه. چرا؟ قانون ساخته خودت است، تو برش احترام نداری. نظم و نظام یا امنی که در دنیا میاد توسط عقیده میاد، که انسان به یک قانونی ساخته شده الله تبارک و تعالی عقیده کنه، بعد از اون مطابق از او زندگی بکنه، بعد ایره درک بکنیم. ما در جهان ایره به طریق نمونه و تجربه پیش میکنیم که امن توسط عقیده میاد. جلوگیری از همه گناه ها و زشتی ها توسط عقیده میشه، توسط سیاست ها نمیشه که تو از بیرون کسی را جریمه بکنی، جریمه مقرر کنی و جزای سخت مقرر بکنی. نه نه نه، این امکان نداره. برای رشوت خیلی قانون سخت دولت افغانستان اعلان شده، اما رشوت یکی برده شده، هیچ نوع منع نشده. علت چیست؟ دوایر دولتی ما ذهنیت خراب شد، عقیده خراب شد، حتی احساس مسئولیت نیست که من وظیفه را پیش میبرم، چقدر به نزد الله مسئول هستم، کدام عاید برای من حلال است و کدام حرام است. این توسط عقیده جور میشه، توسط کنترل خارجی قطعا امکان نداره. یکی از مزایای اسلام این است و ما که به جهان اعلان میکنیم که اسلام خوبی داره، امیر برشان پیش میکنیم که اسلام نظامی است، دینی است که یقینا انسان میسازه و نمیگذاره که نعوذ بالله مرتکب جنایات و گمراهی ها شود. مثل که ما میبینیم، تجربه کردیم، حرمت شراب در توسط اسلام و حرمت شراب توسط حکومت امریکا، با وصفی که وسایل خیلی جلوگیری امریکا داشت اما نتونست جلوگیری بتونه. ما یک نمونه خیلی نزدیک در دوران طالبا فقط یک دفعه اعلان شد که کشت خشخاش بند. در یک جای شما یک بوته خشخاش میدیدید؟ یک جای نبود. حالا یک قدر تدابیر گرفته میشه، به دهقانا پیسه داده میشه، اما یکی برده بازم کشت خشخاش اضافه است. بدون نظام اسلام هیچ گناه، هیچ جنایت جلوگیری شده نمیتونه. جلوگیری توسط عقیده میشه. دو موضوع. سوم موضوع، در اینجا بسیار موضوع مهم است که یک تعداد مردم ما عالی زمان شما موضوع شرک بیان میکنه، توحید بیان میکنه، سر شما انتقاد میشه. براتون میگه عالی طور وقتا نیست یهود و نصارا آمده، دین که است به تدریج آمده. حتی عالم ما تعالی را امی تفکیک نمیتونه، امی واقعیت درک نمیتونه که در نظام مقدس اسلام موضوع عقیده به تدریج بیان شده و موضوع عمل به تدریج بیان شده. کدامش بیان شده؟ نه، موضوع عقیده به تدریج بیان نشده. پیغمبر که آمده اول در سر منبر بالا شده، مردم به دعوت به توحید داده و نفی شرک کرده، رد شرک کرده. در روز اول مخالفت قوما با پیغمبر پیدا شده، در روز دوم نه، در ساعت اول، در زمانی که پیغمبر فقط زبان شروع کرده، تکلم کرده، عقیده را بیان کرده، مردم مخالفش شده. ما اینطور نمیتونیم. یک تعداد ملاهای ما ابلیس لعین امیر مزین به ذهنش کرده که البته از حکمت کار میگیرم. حکمت نیست، این مداهنت است. به خاطر ترس مردم موضوع حق پوشیدن این را مداهنت میگه و این شیوه علمای یهود بود نعوذ بالله. این سخت‌ترین جزا داره اینطور علما. خدا فریب نده. این موضوع تدریج نیست، تدریج در عمل است. باز در عمل مطلق عمل نه،
در عمل هم آن چیزی که سبب دشواری از هان مردم واقع میشه، مثل امور اعتیادی، او چیزی که عادتی مردم جور شده، آلی مسئله قمار، مسئله شراب، این عادتی مردم جور شده بود، این یک طبیعت ثانی برای مردم جور شده بود. آلی یک نسوار الا کردن گپ عادی نیست، چرا که آدم عادت شده، سیگرت الا کردن گپ عادی نیست. اما یک آدم بگوی که در نماز چی نکو، او طرف سی نکوی، این گپ عادی است. نماز میخونی این طرف سی نکو. حالا اینجا نمیگی که نه این مردکه را اول دعوت به نماز بده، باز هیچ نگو که طرف سی نکو، هیچ نگو که ستر عورت بکو، هیچ نگو که استقبال قبله بکو. چرا؟ همین مطلق نماز برش بگو. چرا؟ به تدریج حکم آمده. این آمده نماز که فرض شد، فرایضش فرایض قطعش آمد، سنتش سنت، مستحبش مستحب، کلش در مرتبه خود بیان شده. خلاص ایتو نیسته که اول فرض بیان کرده باشه. صحابه کرام گفته باشه مردم ای صحابه تنها قیام بکنی، رکوع سجده بگوی او قاعده بکنی، تسبیحات در رکوع نگوی، پس در قومه بالا نشوی، سبحانك اللهم نگوی، اعوذ بالله و بسم الله را نگوی. چرا؟ اول فرایض است، بان که فرایض مردم یک دفعه عمل کنه، بعد از با سنن و مستحبات. امروز بسیار این یک تصور غلط و نادرست است. با تاسف که یک تعداد جوانای ما را امیم الله ها گمراه میسازه، با جوانا امی تلقین میکنه که برادر یا مردم پیدا شده رفع الیدین و گپا را میزنه، یهود و نصارا کجاست؟ و برادر دین اسلام با تمام پرزه هایش میه، ماشین که جور میشه کلی پرزه هایش قابل عمل است. تو نیست که یک اینی پرزهش قدر اهمیت نداره، قیمتش کم است، این را در ماشین نمیندازیم که نندازی ماشین کار نمیکنه. دین اسلام همینطور است. بله در مسائلی که تعلق به خوردن و نوشیدن داره، به عادت و طبیعت ثانی داره، در اونجا اسلام تدریجا در نظر گرفته تا که مردم خوبی گیرن، نفرت یک شی حرام در زیرشان بشینه، پس از او باز الله تبارک و تعالی حکم حرمت روان کرده. از او خاطر از اینمی آیت شراب این مردم استدلال میکنه. و برادر پیغمبر که آمد در روز اول قطع قوم، پیغمبر علیه السلام در روز اول قطع مردم مخالف است، یعنی که سالا تیر شده بعد از مخالفت کرده. در روز اول پیغمبر اول اعلان کرد توحید الله را و نفی شرک و بت پرستی را کرد. قوم خیز اول کاکایش، اول دعوت پیغمبر در تپه صفا به اهل و خانواده خود داده. اول کسی که مخالفت پیغمبر کرد تو نگفت، او گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله را بگی، نظام برای الله است، تمام عبادت ها مخصوص الله است. و گفت اوه به می ما رو جمع کرده بودی، تبا لك سائر اليوم، برش نگفت کوکویش ابو لهب. کلی انبیاء علیهم السلام در روز اول عقیده را اعلان کرده، مخالفت شده. شما خود فریب نده، وجدانتان فریب نده. یک تعداد محصلین ما که معلومات کافی از دین نداره واره چی نکو. یک بچه جوان قطمه بسیار جر و بحث کرد، خودش حقوق میخوان، شراب به تدریج حرام شده، شما آمدیم یک دیستی شروع کرده. من گفتم شراب حرام شده. شراب چیست؟ چیزی ترک کردنی است، آن چیزی است که تعلق به خوردن و نوشیدن داره. این الله تبارک و تعالی به تدریج کرده، عقیده را به تدریج اعلان نکرده. عقیده از روز اول بیان میشه. یک عالمی اگر در روز اول مقتدی خدا نگه که اینی توحید و اینی شرک است، 10 سال بعدم او میگه که من باز 10 سال بعد توحید و شرک اعلان میکنم، یه عالم نیست، یه عالم دین نیست. شاید به مثل علمای یهود و نعوذ بالله باشه که روز خدا تیر بکنه، منظورش فهم مردم نباشه، منظورشی باشه که چند روز روزگارم اینجا تیر شوه، خانه کرایی را دیگه جای 10,000 و 20,000 پیدا کرده نمیتونم، اینجا برقی مفت و آبی مفت و خانه مفت برم است، نوبت نانمام چالان میشه، میرم خودمام معلومی میکنم. به این خاطر این توحید بیان نمیکنه، وگرنه توحید در روز اول بیان میشه، رد شرک در روز اول میشه. خود تاسف در اینجاست، اگر شما نظر بکنی اما علما را از مقتدیایشان سوال بکنی که توحید و شرک میفهمه یعنی دمون نماز نشسته است، میگه یا سخی صاحب، یا سخی صاحب ما تو را در پناه تو دادیم. امو عالم که 10 سالم تیر کرده مقتدیش امو عقیده شرک داره، این کدام عالم است؟ امو عالم 10 سال تیر کرده عملش یک دم بدعت است، حتی در نماز سنت های پیغمبر در کدنه میتونه که به کدام طریقه باشه. خیر چطور تو وجدان خدا فریب داده روستی که میگی به حکمت ما کار میکنم؟ امیم الله هایی که میگه که ما به حکمت کار کردیم چقدر کار کرده؟ شما برای من یک دفعه نشان بده که اینی مسئله توحید بیان کرده، سنت جابجا کرده، چی را کرده؟ ما جناب عالم در روز اول که تو در جنایت مردم 6 روز دیدم من نمیتونی. اگر امروز ما در یک توی چی را در نکابستگی رفتم، گفتم چی جام در پیاله آب آورده بود، دم کرد دستمال سرش انداخته، 1-2 نفر شابالا و میشا میره. کجا میره؟
گفت میریم در اوجا در پولی عروس چی میکنه؟ اونجا آب میخوره. ما کی کشیده ایرا؟ بشیر در قدی مردم زنی نامحرم میره، شما دو دانه چی بالکنی دیگه هم قطتان قطی، ای شما چی محرمی او زن هسته؟ خیر این قرار شد یک مولوی صاحب که قطمه در اینجا بود در کدام نکاح او هم همی ابتکار میکرد. وقتی که نکاح را بسته کرده بود و میرفت پیش عروس، یک گفته بود که نرو، اما مادرش از اون طرف آمده گفته مولوی بچهای دیگه کلش رفت در پیش عروس، بچه ما گناه کرده ها؟ تو دیگه را من نکردی، یک بچه مرا دشمنی داری؟ آمد بچه خود کش کرده در پیش عروس برد. چرا؟ به خاطری که عمل انجام داده بود. تو در اول مرده اسقاط من کو، باز بعد از دیگر روز تو اسقاطا را من نمیتونی. اگر در یک مرده من نمی در دیگه مرده میخید من نمیکنی و برات میگه چرا دین روز؟ اگر این حرام بود خود دین روز هم حرام بود، اگر حلال بود خود امروز چطور؟ چرا تو طور میکنی؟ عالم از روز اول پابند دین شد و از مردم حراس نداشت، آن چیزی که حق است بیان که هیچ پروایی نداره، باز گپت هر جای میچنه. اگر نه که روز اول قطعی مردم در تمام بدعت ها شریک هستی، دیگر روز میگی بدعت است، میگه تو خودت نکردی که بدعت بود، روز اول بدعت نبود. خود تاسف در اینجاست که یک تعداد علما همینطور خود فریب میده. در سال اول انتخابات کلگی میدوید که ما در پارلمان برسیم، خود سال دوم فتوای حرمت شرکت در انتخابات میکشن. چه فرقی بود؟ سال اول امریکا مداخله نداشت، سال اول انتخابات به می طریق دموکراسی نبود. چطور سال اول خود کاندید میکردی که برسم در پارلمان، امروز تو خود فتوا میدی که شرکت در انتخابات چی است؟ حرام است. عجیب است. مردم هوشیار یک دفعه میبینه که حل و حرمت از جانب الله است. حتی پیغمبر حلال و حرام نمیتونه، پیغمبر شارح است، پیغمبر واضح میکنه، بیان میکنه حلال و حرامه. حلال و حرام کاری کیست؟ الله متعال است. خود شما ملاها یک سال حرام میکنه، یک سال حلال میکنه، در این مجلس حلال میشه، در مجلس دیگه حرام میشه. این حل و حرمت شما در خود گرفته، شارعین خود جور کرده. این را بفهمه، درک بکنی واقعیت را که مردم چی میکنه. عجیب است. تا دین روز او جناب مولوی صاحب، تا دین روز توت نوروز خود تجلیل میکردی، بیرق قدادس در سر قبر میماندی، امروز در سر منبر میگی حرام است. ای از کجا؟ دین روز حلال بود امروز حرام شد، از کجا میشه ای؟ اینجاست که نه، خود ای علما وجدان خود فریب نده. شما باید تفکیک بکنه، احکام اسلام خوب مطالعه دقیق بکنه که تدریج در کدام مسائل است. تدریج در مسئله شراب است، مسئله خوردن بود که عادت شده بود، طبیعت ثانی مردم گشته بود و یک دفعه حرام شدن یقینا که سری مردم دشوار تمام میشد. از او خاطر الله حرام کرد. در اینجا الله تبارک و تعالی بیان میکنه و یکی از جمله قاعده خیلی عمومی است، در زندگی انسان خیلی بر میخوره. مومن تنها اینطور نیست که یک کار بی سنجش انجام بده، بعد سنجش داشته باشه، ابعاد یک کار خوب نظر بگیره. پشتی سر میگه لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. مومن شخصیت متفکر است، در هر چیز فکر میکنه، همونطور سطحی و سرسری حرکت نمیکنه، قدم نمیمانه. در تمام اموری که تعلق به دنیا داره یا با آخرت داره، در کلش فکر میکنه. منفعت زیاد است یا مضرت زیاد است. چقدر یک قاعده عمومی را اگر ما یاد بگیریم، شما باور به الله بکنه، اگر معلومات دینی هم نداشته باشیم میتونیم تفکیک بکنیم که کدام کار حلال است و کدام کار حرام است. قرآن کریم در مرحله اول همین قسم بیان کرد. یسألونک عن الخمر والمیسر. از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام در مورد شراب و در مورد قمار. قل فیهما اثم کبیر.